دخترچه اکمای دل جگر من نغز میبینه او را من این جوان 34 ساله با اتهام تجاوز جیانی 4 سالش بیش از 100 روز در بازداشتگاه بود. او را بعد رسانه شدن خبر دسترازی به طفل در ترسونزاده بازداشت کردند. مادر کودک ادعا داشت که دخترش را در خانه شوهر سابقش ماه ایون سال گذشته تجاوز کردند. محمد جان محمد جانوف امکی کودک که چند پیش به آزادی برآمد این ادعا را رد می‌کند و میگوید او را شکنجه کردند تا گناهی نکرده‌اش را به دوش بگیرد. دستم قفا کردن از زبانه پلاستماسی زدن هم خیلی سخت کشیدن که من گفتم اکا ستار کنه که دستم در کرد. با گفت این حالی تو در کمایگو با سخت کشید. با گفتم اکا من کداگی نیستم شما فهمید گفتم. بعد گفت کداگی نیستی کدی نکدی ما ترنجا میکشیم گفت. بعد هم خیلی گرفتن زدن. بعد گرفتن می قسمی کجا در میان پارتوفتن شده استم. من خیلی کردم اوجی مرا توک میمونم. بعدی که اوجی قریب مردنی بودم مرا اوجی قریب بهوش شدم. مرا سر دادن توک گرفتن و در دیگه کابینت آواز دادن چه شنیدم که من نکردم. اوجی فهمیدم که وای توک زده استم تو در چه من وای نابالغ. بعد اوجی من داد زدم که نارشنیکم خیلی کشیدگیم دستم دریدگی تیتوپید بود گفتم که من کردم همین کارا. چیزی گپ داری که ما گپ زدم. دادر چه من سرتی گفتم. بازیدی محمد جان با اتهام تجاوز پرونده باز کردند ولی بعد مدت از آن دست کشیدند. در قرار قطعی پرونده گفته شده است که در کردار او علامت‌های جنایی دیده نشده است. محمد جان محمد جانوف میگوید او را تنها بعد آن آزاد کردند که خواهر بزرگش بر دروغ گفت با سبزی بکارتی برادرزاده خردسالش را دریده است. اپم بیچاره مرا ترما نشوه گفته خودش همین داینده زد که گفتم من سبزی زدم. ادینه خان حیدر و خواهر محمد جان را ماه ینور امسال دادگاه ناحیه سینا برای ویران کردن بکارت جیانی خردسالش به 11.5 سال زندان محکوم کرد. مشکل در این خانواده بعد آن سر زد که کلین سابق دخترش را برای چند روز به خانه بابا و بیبی پدری فرستاد. بعداً به مقامات شکایت برد که خویشاوندان سابق شوهرش به ناموس دختر 4 ساله او تجاوز کردند. ادعایی که بابای دختر رد می‌کند. عبدالحی محمد جانوف میگوید نبرش از زمان تولد خونروی داشت و آن گاه تکرار میشد. به گفته او عروس پیشین خانواده برای انتقام گرفتن به آنها تهمت زده است. ملسا گفت امیخیل اکا گفت گودک تمام شدگی گفت تو امی ماتکا پاتکش دریده رفتگی خواه گفت میمورد گفت امی گپور زد من حیران شوک دغلط دیدم ده نخود که گفتم این ای گودکیش امی کسلی داشت از این گفتم نه حال میبینه گفت. یک پزشک زنان به رادیو آزادی گفت در واقع در تجربه چندین سالش مشاهده کرده است که در برخی از دختران خردسال هم خونروی کوتاه می شود. مادر کودک میگوید کودکش چنین بیماری نداشت و تشخیص تجاوز شدن فرزندش را تصدیق کرده است. در تشخیص آمده است که پرده بکارت کودک دریده است. با رفتم که امی دخترم خواب بود. با دیدم که این بخوش همین رنگ و سفید و وای شده که من گرفتم وای با اینسا آوردم. با اینسا آوردم خبر کردم گینکولوگ ده برآورده 4 متر خبر کردم. خواهر دخترها آماچ کرده خواست قریب 400 اپیراسته شد. خانواده شوهر سابق زن میگویند مگر امکان دارد که خویشاوندان با یک طفل و عضو خانواده چنین بیرحمی را روا بینند. آنها میگویند تلاش دارند بیگناهی خود را به جامعه اثبات کنند. پدر میگوید این قضیه تمام زندگی عائله او را به هم زد و همه فرزندانش بازداشت و اذیت شدند. رفتم که اینا را علاقه خجرو با دروارده داد وای اونجا تو کردی همین کارا دگردم میگیری گفتم میخوای گپو هم خقرایت خواهی قبیح قطعی می کارگرای ارگان اینا به داد زده همین داد وای شده استایده من کلدار درآمده. محمد جان بعد آزاد شدن از زندان با مراجعت به ساختارهای مختلف از شکنجه شدن در بازداشتگاه شکایت برده است. او وکیل دفاع گرفته است و میخواهد اثبات کند که بیگناه بازداشت شد. ارزو نوشتم ایش واشته روی میکنه ایش واشته رنگ فوتبال کردن من مجبور شدم میگه من برآمد کنم دیگه ایلاج نیست. وزارت امور داخلی ادعای محمد جان درباره شکنجه شدنش را رد میکند و میگوید از او شکایت در این باره نگرفتند.
ба гуфтаи як намояндаи вазорат ҳоло бо гузашти 5 моҳ таҳқиқи иддаои шиканҷа шудани ӯ номумкин аст. хабари дастдарозӣ ба кӯдаки 4 сола дар ноҳияи Турсунзода ҷомеаро такон дода буд ва корбарону фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ бо муроҷиат аз мақомот хостанд қазия таҳқиқ шавад. дар тоҷикистон таҷовуз ба номус бахусус бо ноболиғон ҷинояти сангин ба шумор меравад ва барои ин кор аз 2 то 20 соли зиндон ё зиндони якумрӣ пешбинӣ шудааст.